درود بر شما. به دوره برنامه‌نویسی چند سکویی موبایل با ویژوال استودیو خوش اومدید. تو این دوره سعی دارم شما رو با یک روش ساده ولی حرفه‌ای برای طراحی اپلیکیشن های کراس پلتفرم موبایل آشنا کنم. پس از پایان دوره شما میتونید برنامه‌ای بنویسید که روی اندروید، iOS و ویندوز فون قابل اجرا. تو اسلاید بعدی فهرست جلسه اول رو با هم مرور میکنیم. ابتدا شما رو با دوره آشنا میکنم، سپس واژه‌های تخصصی به کار رفته در این آموزش رو بهتون توضیح میدم. پس از اون نحوه نصب ابزارهای مورد نیاز برای برنامه‌نویسی موبایل رو توضیح میدم. زمانی که نرم افزارهای مورد نیاز نصب شد، قبل از استفاده یکی یکی اونا رو تست میکنم. بعد از اونم یک پروژه ساده ایجاد میکنیم و ساختار پروژه رو بهتون توضیح میدم. در بخش بعدی فریمورک ها، پلاگین ها و ابزارهای جانبی رو بهتون معرفی میکنم و در پایان جلسه هم چند تا مثال ساده رو با هم حل میکنیم. آشنایی با دوره. چند سال پیش شرکت ادوبی یک فریمورک طراحی اپلیکیشن های موبایل به اسم فون گپ ایجاد کرد که با استفاده از تکنولوژی های وب میشه برای چندین سیستم عامل موبایل اپلیکیشن طراحی کرد. این شرکت برای توسعه فون گپ اون رو بزرگترین شرکت اوپن سورس یعنی آپاچی واگذار کرد و از اون به بعد این تکنولوژی با نام کوردووا توسعه داده میشه. برای برنامه‌نویسی موبایل با فون گپ و کوردووا معمولا از نرم افزارهای دریم ویور و اکلیپس استفاده میشه که حدود یک ماه پیش ابزار کوردووا برای ویژوال استودیو 2013 منتشر شد که پس از تست و ارزیابی اون نتیجه گرفتم که این روش میتونه ساده ترین و جذاب ترین روش برای برنامه‌نویسی موبایل باشه که امکانات خوبی در اختیار ما میذاره. از یه طرف طراحی رابط گرافیکی با تکنولوژی‌های وب خیلی راحت و انعطاف پذیره و از طرفی هم کد نویسی با تایپ اسکریپت خیلی ساده و جذابه. حالا با هم یه سری ویژگی‌های مهم این دوره رو مرور میکنیم. استفاده از ویژوال استودیو به جای اکلیپس و اندروید استودیو باعث ساده تر شدن روند کدنویسی و خطایابی برنامه‌ها میشه و خیلی از شماها که قبلا با ویژوال استودیو کار کردین دیگه نیازی نیست با نرم افزارهای دیگه کار کنید. در طراحی رابط گرافیکی از HTML5 و CSS3 استفاده میشه که نسبت به XML که در روش‌های مرسوم استفاده میشه قدرت و انعطاف بیشتری داره. در بخش برنامه‌نویسی از جاوا اسکریپت یا تایپ اسکریپت استفاده میشه که یادگیریش نسبت به جاوا خیلی ساده تره و تا حدود زیادی شبیه سی شارپه. شما میتونید برنامه‌ای که طراحی کردید رو بدون هیچ تغییری روی سیستم عامل‌های اندروید، iOS و ویندوز فون اجرا کنید. این روش از تمامی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری تلفن‌های همراه پشتیبانی میکنه. همچنین شما میتونید از فریمورک های تحت وب که امکانات زیادی به ما میدن تو برنامه‌هاتون استفاده کنید. یادگیری این روش خیلی ساده است و پروژه های حرفه‌ای رو تو کوتاه‌ترین زمان میتونید پیاده سازی کنید. دقت کنید این روش مثل تمام روش های دیگه برای برنامه‌نویسی یه سری مزایا و یه سری معایب داره. حالا اینا رو من براتون به صورت تیتروار توضیح میدم. نصب و راه اندازی ابزارهای برنامه‌نویسی روی ویندوز تو این روش خیلی ساده تر از روش‌های مشابه. به دلیل استفاده از ویژوال استودیو شما یک محیط قدرتمند همه کاره در اختیار دارید که تمام خواسته‌های شما رو برآورده میکنه. شما میتونید تو کوتاه‌ترین زمان رابط گرافیکی برنامه‌تون رو با HTML5 و CSS3 طراحی کنید یا از هزاران تمپلیت آماده‌ای که توی اینترنت وجود داره استفاده کنید. برنامه‌نویسی در این روش با تایپ اسکریپت و جاوا اسکریپت انجام میشه که دستورات کمی دارن و یادگیری اونا توی زمان خیلی کمی امکان پذیره. همونطور که قبلا توضیح دادم برنامه‌های طراحی شده روی پلتفرم‌های مختلف قابل اجران. شما میتونید چه در طراحی رابط گرافیکی و چه در بخش برنامه‌نویسی
از فریمورک های آماده که برای اپلیکیشن های تحت وب طراحی شدن استفاده کنید. فریمورک های مانند بوت استرپ، انگولار جی اس و غیره. شما میتونید برای ارتباط با بخش های مختلف سیستم عامل یا سخت افزار افزونه طراحی کنید یا از افزونهایی که قبلا طراحی شده استفاده کنید. الان هم نزدیک بیش از 1000 تا افزونه طراحی شده برای کوردوبا که هر روز به تعدادش اضافه میشه. این روش به نظر من بهترین راه برای طراحی برنامه‌های دیتابیسی مانند برنامه‌های حسابداری و مالی یا آموزشیه که در کمترین زمان میتونید یه برنامه حرفه‌ای طراحی کنید. همچنین برای برنامه‌های آنلاین که به هر شکلی با اینترنت سر کار دارن مثل شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های چت و غیره این روش خیلی مناسبه. بازی‌های آنلاین و آفلاین رو در این روش میتونید به راحتی با استفاده از تکنولوژی‌های تحت وب پیاده سازی کنید. میریم سراغ معایب این روش. اول اینکه به دلیل استفاده از وب ویو عملاً باید کاهش سرعت تو برنامه‌ها داشته باشیم که البته با تستایی که روی برنامه‌های سنگین انجام دادم با بهینه‌سازی برنامه این کاهش سرعت برطرف میشه و اپلیکیشن با سرعت خوبی کار میکنه. عیب بعدی این روش امنیت پایینمونه که فایل های کامپایل شده شما رو در حالت عادی میتونن دیکامپایل کنن و به کد هایی که نوشین دسترسی پیدا کنن. البته این با چند روش میشه امنیت رو بالا برد که کسی نتونه به کد ها دسترسی پیدا کنه که تو جلسه های بعدی اینا رو توضیح میدم خدمتتون. شما تو این روش به امکانات سیستم عامل مستقیما دسترسی ندارید و این کار رو پلاگین ها انجام میدن. البته پلاگین های زیادی برای استفاده از امکانات مختلف سیستم عامل طراحی شده و میتونید ازشون استفاده کنید یا حتی خودتون یه افزونه طراحی کنید که مشکل خاصی براتون ایجاد نمیکنه. نقطه ضعفی که این برنامه داره اینه که تو برنامه‌هایی که تماما سرویسگرا هستن رو نمیشه مستقیما پیاده سازی کرد. برنامه‌هایی که کلا سرویسگرا هستن معمولا رابط گرافیکی خاصی ندارن و روی سیستم عامل اجرا میشن و یه سری کارهای خاصی رو انجام میدن. البته اینم بگم به کمک یه سری پلاگین هایی که قبلا طراحی شده برای کوردوبا و فونگپ میتونید برنامه سرویسگرا رو در این روش پیاده سازی کنید. قبل از اینکه این دوره رو شروع کنیم میخوام یه سری کلمه های تخصصی که توی اون دوره به کار رفتن رو بهتون توضیح بدم که بعداً مشکلی نداشته باشین توی زمینه. اندروید یه سیستم عامله که توسط شرکت گوگل معرفی شده و بیش از 30 تا کمپانی معتبر تو دنیا الان دارن ازش پشتیبانی میکنن. الان تو ایران هم اندروید جزو پرطرفدارترین سیستم عامل های تلفن همراه به حساب میاد. iOS مخفف آیفون OS سیستم عامل موبایلی پرطرفداریه که توسط شرکت اپل برای نصب روی دستگاه‌های خود شرکت ارائه شده. این سیستم عامل تو ایران کاربر زیادی داره و در دنیا بیش از 50% تلفن‌های همراه هوشمند رو شامل میشه. ویندوز فون سیستم عامل موبایلیه که توسط شرکت مایکروسافت طراحی شده و جایگزین ویندوز موبایل شده. ویندوز فون شباهت زیادی به سیستم عامل ویندوز داره و تو ایران طرفدارای زیادی داره. XML زبانیه برای شرح و بیان اطلاعات به کار میره. این زبان کار خاصی انجام نمیده، فقط داده ها رو در قالب های استاندارد نگهداری میکنه. حالا به شکلی نگهداری میکنه که خصوصیاتشون حفظ بشه و بعداً بشه به اونا دسترسی داشت و اونا رو بازیابی کرد. XML کلا در برنامه‌نویسی و طراحی وب کاربرد گسترده‌ای داره و در ادامه نمونه پروژه‌ای باهاش کار میکنیم در جلسات بعدی. کراس پلتفرم یک اصطلاحه که به معنی چند سکویی هست و به تکنولوژی‌هایی میگن که برنامه‌های خروجی اونها روی 2 یا چند سیستم عامل مختلف اجرا میشن، مثل فونگپ، کوردوبا، سیلورلایت، ادوبی فلش و غیره. ویژوال استودیو قدرتمندترین نرم افزار برنامه‌نویسی دنیاست
که توسط شرکت مایکروسافت برای برنامه‌نویسان دات نت معرفی شده و بعداً برای سایر زبان‌های برنامه‌نویسی مثل پایتون، پرل، پی اچ پی و غیره توسعه داده شده و الان طیف وسیعی از تکنولوژی‌های برنامه‌نویسی رو پوشش میده. فون گپ یک فریمورک اوپن سورسه که توسط شرکت ادوبی معرفی شده و با استفاده از تکنولوژی‌های رایج تحت وب میتونید باهاش برای سیستم عامل‌های موبایل برنامه طراحی کنید. کوردووا در واقع همون فون گپه که شرکت ادوبی برای توسعه بیشتر اون رو به آپاچی واگذار کرده. اکلیپس یک محیط یکپارچه و قدرتمند برای برنامه‌نویسی جاوا. به کمک اکلیپس شما میتونید برنامه‌های تحت وب، دسکتاپ یا حتی تحت موبایل طراحی کنید و بیشتر برنامه‌نویسان اندروید از اکلیپس و زبان جاوا برای برنامه‌نویسی استفاده میکنن. بیس این نرم افزار لینوکسیه و کارکردش توی ویندوز زیاد جالب نیست. اندروید استودیو یه نرم افزاریه که گوگل برای برنامه‌نویسی اندروید معرفی کرده و با زبان جاوا میتونید اپلیکیشن های اندرویدی طراحی کنید. دقت کنید که نرم افزارهای اکلیپس و اندروید استودیو توی این دوره کاربردی ندارن و فقط جهت آشنایی اونا رو معرفی کردم. HTML یک زبان نشانه گذاری برای طراحی صفحات وبه که شما توی این دوره از تکنولوژی تگ های HTML5 برای طراحی رابط گرافیکی اپلیکیشن ها استفاده میکنیم. برای طراحی رابط گرافیکی تو برنامه‌های اندرویدی معمولاً از XML استفاده میشه که پیاده سازی طرح‌ها به این روش کاری سخت و وقت گیره، اما استفاده از HTML برای طراحی رابط گرافیکی خیلی ساده و سریع انجام میشه و چیز خاصی نداره. CSS یک زبان ساده برای قالب بندی صفحات وب که طرح‌بندی، تغییر رنگ، فونت و قالب صفحات رو میشه باهاش انجام داد. تو این دوره از امکانات CSS برای طراحی رابط گرافیکی دلخواه خودمون استفاده میکنیم. جاوا اسکریپت یک زبان برنامه‌نویسی ساده و شیگراست که در طراحی صفحات وب برای ارتباط میان کاربر و وبسایت ازش استفاده میشه. در چند سال پیش کاربرد این زبان فقط به برنامه‌نویسی سمت کلاینت ختم میشد، اما الان تو برنامه‌نویسی سمت سرور هم ازش استفاده میشه. تایپ اسکریپت در واقع ساده شده جاوا اسکریپته که مایکروسافت اون شبیه سی شارپ کرده و امکاناتی مثل تعریف نوع متغیر، اینترفیس، کلاس و غیره رو بهش اضافه کرده. کدهای تایپ اسکریپت بعد از کامپایل به جاوا اسکریپت تبدیل میشن. همچنین شما داخل کدهای جاوا تایپ اسکریپت میتونید بدون هیچ محدودیتی از کدهای جاوا اسکریپت هم استفاده کنید. jQuery یک کتابخونه جاوا اسکریپته که انجام یه سری کارهای پیچیده رو ساده کرده. این کتابخونه jQuery کاربرد خیلی زیادی توی وب داره و شما باهاش میتونید به تک تک اجزای صفحه HTML دسترسی داشته باشید، با رویدادهای مختلف، کنترل های مختلف در صفحه وب کار کنید، به اشیاء صفحه افکت های حرکتی بدیم و همه این کارا با کمترین کدنویسی انجام میشه. AngularJS یک فریمورک خیلی قدرتمند جاوا اسکریپت که به ما امکان پیاده سازی پروژه ها مبتنی بر MVC میده و امکان دیتا بایندینگ دو طرفه، امکان تعریف سرویس های سفارشی، اعتبار سنجی داده ها، ارتباط با سرور و کلی امکانات دیگر رو میده که توی پروژه های حرفه‌ای میتونیم از این فریمورک استفاده کنیم. بکبون یک فریمورک کوچک جاوا اسکریپته که توی پروژه های داده محور، پروژه هایی که بانک اطلاعاتی دارن، انجام یه سری عملیات پیچیده روی داده ها رو ساده میکنه برامون و با کدنویسی کمتر میتونیم اونا رو انجام بدیم. Win.js یک فریمورک خیلی جالبه که باهاش میتونید برنامه‌های شبیه ویندوز طراحی کنید. این فریمورک یه سری کنترل های مثل لیست ویو، فلیپ ویو، سرچ باکس، نویگیشن و خیلی از کنترل هایی که تو برنامه‌های ویندوزی استفاده میشن رو داره و باهاش میتونید یک رابط گرافیکی قوی برای برنامه هاتون اجرا کنید که شبیه ویندوز باشه. جاوا یکی از محبوب ترین زبان های برنامه‌نویسی دنیاست که بعد از سی شارپ در رده دوم پرطرفدارترین زبان برنامه‌نویسی دنیا قرار گرفته.
جاوا یک زبان شیگرا و مستقل از سیستم عامله و برنامه‌هایی که باهاش طراحی میکنید روی همه سیستم عامل‌ها اجرا میشن. تو این دوره برنامه‌نویسی ما از جاوا استفاده نمی‌کنیم. حالا اگر که بشه توی جلسه‌های پایانی برای طراحی چند تا پلاگین ساده ازش استفاده می‌کنیم. جاوا JDK یک بسته شامل ابزارهای کامپایل و اشکال زدایی جاواه که برای برنامه‌نویسی جاوا و کامپایل پروژه‌های اندروید به این بسته نیاز داریم. آپاچی انت یکی از ابزارهای کامپایل برنامه‌های جاوا که توسط شرکت آپاچی پشتیبانی میشه. اندروید SDK یکی از ابزارهای برای توسعه و شبیه سازی برنامه‌های اندرویده که توسط گوگل ارائه شده. برای شبیه سازی و ساخت برنامه‌های اندروید میتونید ازش استفاده کنید. گوگل کروم هم که حتما همتون باید بشناسید، یکی از قوی‌ترین مرورگرهای اینترنتی دنیاست که توسط شرکت گوگل ارائه شده و ما تو این دوره برای شبیه سازی اپلیکیشن هامون از یه شبیه ساز استفاده میکنیم که روی گوگل کروم اجرا میشه و نسبت به سایر شبیه سازها سرعت خیلی خوبی داره. گیت یک نرم افزار متن‌باز و رایگان برای مدیریت کدهای برنامه است که این برنامه کارش اینه که تاریخچه کدهای شما رو نگهداری میکنه. تمام تغییراتی که انجام شده، اگر یک کدی داخل یک پوشه حذف شده، ویرایش شده، اضافه شده، تمام تاریخچه‌اش رو ذخیره میکنه و میتونه بهتون تحویل بده تمام تغییرات رو. از گیت بیشتر برای کنترل نسخه های نرم افزار استفاده میشه که کاربردهای زیادی داره و من خودم استفاده از گیت رو برای تمام برنامه‌نویسا و طراحان وب توصیه میکنم. Node.js یکی از فریمورک های محبوب مبتنی بر HTML5 و Node.js یک پلتفرم مبتنی بر جاوا اسکریپت که روی موتور جاوا اسکریپت کروم هست و از جاوا اسکریپت برای برنامه‌نویسی سمت سرور استفاده میکنه. به کمک نود شما میتونید برنامه‌های ریل تایم مبتنی بر داده طراحی کنید. این پلتفرم وب سرور مخصوص به خودشو داره و برای سایت های ترافیک بالا به خوبی جواب میده و وب سرور بهینه شده ای داره. بوت استرپ یکی از فریمورک های مبتنی بر HTML5 و CSS3 که باش میتونید تو کمترین زمان یک رابط گرافیکی برای سایتتون طراحی کنید یا برای سایت یا اپلیکیشن موبایل. طراحی‌های مبتنی بر بوت استرپ کاملا واکنشگران و روی همه مرورگرا به خوبی نمایش داده میشن. jQuery موبایل یک فریمورک مفید برای ساخت وبسایت های سازگار با موبایل که از نمایشگرهای لمسی به خوبی پشتیبانی میکنه و ما میتونیم تو اپلیکیشن هامون برای طراحی رابط گرافیکی از این فریمورک استفاده کنیم. SQLite یک پایگاه داده سبک و قدرتمند مبتنی بر زبان SQL که تو برنامه‌های دسکتاپ و موبایل کاربرد خیلی گسترده‌ای داره. ما تو این دوره برای ذخیره سازی داده ها از این پایگاه داده استفاده میکنیم. وب سرویس برنامه‌ای هستن که از طریق پروتکل‌های خاصی با سرویس های خارجی که میتونه حالا یک سایت یا اپلیکیشن باشه ارتباط برقرار میکنن و تبادل داده انجام میدن. در اپلیکیشن هایی که با اینترنت سر کار دارن معمولا از وب سرویس استفاده میشه. مورد آخر ایجکس هست. ایجکس در واقع مجموعه از چند تکنولوژی موفقه که به شما امکان بارگذاری بخش از صفحه بدون نیاز به لود مجدد کل صفحه رو میده. این کار هم سرعت سایت رو میبره بالا، هم در مصرف پهنای باند کاربر صرفه جویی میشه که بدون اینکه نیاز باشه کل صفحه رفرش بشه، فقط همون بخشی که نیاز هست رفرش میشه و داده ها مجددا بارگذاری میشن. ساخت برخی از برنامه ها هم مثل برنامه‌های چت که حالا یه جورایی پروتکل همزمان نیاز دارن بدون ایجکس تقریبا غیر ممکنه. دوره‌های آموزشی مربوط به هر کدام از اصطلاحاتی که توضیح دادم تو سایت موجوده
و در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدوم از اصطلاحایی که توضیح دادم داشتید، میتونید به سایت مراجعه کنید و راحت دورهایی که مربوط به ایناست رو پیدا کنید. توی ویدئوی بعدی نحوه نصب ابزارهای مورد نیاز برای شروع کار رو توضیح میدم. لیست ابزارها رو هم قبلش بهتون نشون میدم. ویژوال استودیو 2013 آپدیت 2 لازم داریم. مولتی دیوایس هایبرد اپس، جاوا JDK، آپاچی انت، اندروید SDK، ویندوز فون SDK، گوگل کروم، Node.js و گیت. بعد از نصب هم باید تنظیمات environment variables سیستمتون رو انجام بدید تا بتونید شروع کنید به برنامه‌نویسی.